من همیشه در یاد دارم که وقتی که استاد عینی در سمرقند اثرهای خود را تمام کرده برای خواندن، برای مطالعه کردن، محاکمه کردن به اختیار سید سندهای تاجیکستان میفرستادن، البته این سطرها را می نوشتم. برای اون کس همچنین یک شعار بود که هیچ گلی تازه در این بوستان چیده نشد بی مددی دوستان. اون کس این تکرارا می گفتند. در حقیقت هم همین طور است. هیچ چیزی بی مددی دوستان به آخر نمیرسد. ادبیات و صنعت هم باید از آن خلق است و باید ماند به خلق خدمت کند. اگر هر یک سطری ما به منفعت خلق روانه کرده شده باشد، ما خودمون را خوشبخت میشماریم. کاری ایجادی، کاری این اذیت کشیدن، مشکل ها را برطرف کردن، بیخوابی کشیدن، همیشه در جستجو بودن، مانند کودک شادی میکنیم وقتی یک اثری درست به میدان میآید. رود من عالم دیگر شد، تو همان استی همان. سرزمینت پرثمر شد، تو همان استی همان. دور من دوری قمر شد، تو همان استی همان. دیده و دل پرشرر شد، تو همان استی همان. آسمان در سینه تو عکس اندازی کند، با جمال تو ستاره شوخی و بازی کند. عالمی را حسن تو از خویشتن راضی کند، ماه گردون در دل شب گردن افرازی کند. می دوی در کوهسار و سر به سنگان میزنی، اشتری مستی مگر هر سوی جولان میزنی. دست بر سر مو خراشان رو خراشان میزنی، قطره های سرد را بر کوهساران میزنی. در کنارت تا سحرگه جای کس گیرد خوش است، با نگار دامنی عشق و هوس گیرد خوش است. جای سبزه دوره در بالای خس گیرد خوش است، فارغ از کاری جهان یک دم نفس گیرد خوش است. در بام جهان زندگانی می کند تاجیک در بام جهان. سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان. نقره پاشد گنبدی سبز از سر از شب تا سحر، مثل داماد است تاجیک سویتی شادمان. از سری بام جهان نظاره دنیا می کنیم، دوستی را بر همه پیوسته القا می کنیم. در میان ایرقا فرقی دیگر باقی نماند، عیدهای دوستی یک جای برپا می کنیم. قطعه ها را سیر کردم در هوا و در زمین، سیر کردم با بد و نیکی جهان گشتم قرین. نیک و بد دارند با هم جنگ، جنگی بی امان. شد یقینم جنگ آنها نیست جنگی آخرین. نیست حالا در دیگر سیاره ها بوی حیات، از زمین پروازها داریم ما تا کائنات. آدمی را زین سبب گوید زمین با التجا، ده مرا فرزند از هر گونه قصدی بد نجات. از زمین بهتر برای ما دیگر سیاره نیست، بهتر و زیباتر از آن دیده را نظاره نیست. جز زمین را حفظ کردن از بلاهای عظیم، بهر انسان حقیقی هیچ دیگر چاره نیست.